سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به ویدیو جدید از کانال گیم استور. دوستان امروز با بازی کانتر استریک 2 اومدیم که بررسیش کنیم چه چیزایی توش تغییر کرده، مثل کانتر استریک 1 یا نه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. قبل از اینکه سابسکرایب، دنبال کردن و لایک و کامنت یادت نره. خیلی ممنون. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، اینجا محتوای بازی رو میبینید. اول بازی تغییر کرده. بریم تنظیمات بازی. یه قابلیتی که اضافه شده همین گرافیکه. خودت میتونی مثلا ببینی که مثلا چقدر تغییر کرده کارت گرافیکه. بریم از پلی. اینم که هیچ تغییری نکرده. دوستان فعلا مپای اضافه شده همینا هستن، چون که نسخه بتای بازی همین فعلا کامل نیومده. خب دوستان، من داستان رو انتخاب میکنم. خب رفقا، چند تا عکس از محتوای بازی رو نگاه میکنید. به چشم نگاه میکنید که چه چیزهایی توش تغییر کرده. این A، اینجا B. واقعا دوستان خیلی تغییر کرده. اساسا بهتون بگم کلا محتوای بازی کلا عوض شده. خب دوستان، اینجا دو گروه هست، سیتی و ترور. خودتونم میبینید که کاراکترهای بازی هم تغییر کرده. من سیتی رو انتخاب میکنم. خب دوستان، اینجا هم از محتوای بازی نگاه میکنید. اینم کلت بازیه، اینم چاقوه. یه چیزی هم که تغییر کرده دوستان، این منو خرید بازیتونه. خیلی تغییر کرده، واقعا خیلی خوب شده. اینجا یه دونه فقط صدای گانها هم عوض شد، تغییر کرده. خودتونم که میبینید تغییر کرده. دوستان یه چیزی هم که به بازی اضافه شده، وقتی که شما کیل میگیری مثل ورقای پاسورد بهتون این زیر نمایش داده میشه. مثلا عدد 1، عدد 2، عدد 3، عدد 4 الی آخر. کاراکترهای بازی تغییر کرده. بله، از محتوای بازی نگاه میکنید. کلت، مخصوصا منوی بازی. خب ببینیم گان تغییر کرده. گان امفور هم بچه تغییر کرده. صداش هم تغییر کرده. خیلی عالی. اوه، هدشات. دوستان یه چیزی جالبی هم که اضافه شده، این آتیش رو نگاه میکنید. ببینید جالب تغییر کرده. خیلی جالب شده. خب رفقا، رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. اگه این بازی رو دانلود نکردی حتما دانلودش کن. خیلی بهتر از کانتر استریک 1 شده. قبل از اینکه ویدیو تمام بشه ازتون خواهشمندیم ویدیو رو سابسکرایب کنید، لایک و دنبال کردن یادتون نره. حتما هم واسمون کامنت بذارید تا از انرژی شما با خبر باشیم. خدا نگهدار.